با دانشجو مملکت حرف میزدم، گفت برای چی از فلسطین شما حمایت میکنیم؟ مگه زمینا رو خودشون نفروختن؟ بهش گفتم داداش این اطلاعات از کجا آوردی؟ گفت از اکسپلورای اینستا. بهش گفتم داداش اکسپلورای اینستا که واقعا منبع عالیه، همیشه از همون استفاده رو برای تاریخ، واقعا منبع عالیه. Oh my god! Wow! ولی ببین اگه حقیقتشو بخوای فقط 2% زمینای فلسطین و خود فلسطینیا فروختن به صهیونیستا و 8% دیگر هم با هر زد و بند و زوری که تونستن گرفتن. پس بقیه سرزمین چطوری بود؟ با زور سرنیزه. منو دنبال کنین تا بقیهشو برات توضیح بدم.